در شهر الماتای قزاقستان صرف نظر از اعتراض تاجران، بولدوزرها تخریب دکان و کانتینرهای یک بازار را شروع نمودند. مقامات تصمیم دارند در جای آن بنای حکومتی سازند. بعد تخریب شماری از دکانها، تاجران و مقامات به موافقت رسیدند که محو بازار را برای یک هفته دیگر به تأخیر اندازند. در این مدت تاجران باید مال و کالای خود را به جای دیگر انتقال دهند. در قرقیزستان روزنامه‌نگاران به نشان همدلی با قربانی‌های حمله بالای مجله هجوی شارلی ابدو در نزد سفارت فرانسه در بیشکک جمع شدند. آنها به نماینده سفارت نامه تسلیت خود را تسلیم نمودند. دیپلمات فرانسوی گفت کشتار دسته‌جمعی در پاریژ حمله بالای آزادی مطبوعات سراسر دنیا می باشد. روز 7 ینور دو سلاح به دست بالای مجله شارلی ابدو حمله کرده 2 افسر پلیس و 10 خادم این مجله را به قتل رساندند. در گذشته با اشاره به کاریکاتورهای پیغمبر دین اسلام این مجله با تهدیدها روبرو شده است. در پایتخت سربیا شهر بلگراد نمایندگان اتفاق کسبه بر ضد خصوصی گردانی یک شرکت دولتی تولید نیروی برق اعتراض کردند. اتفاق کسبه میگوید نمایندگانش باید در روند فروش کارخانه اشتراک کنند. بعضی کارشناسان تخمین میکنند که برنامه کاهش خراجات که از جمله خصوصی گردانی بزرگترین شرکت‌های دولتی و سکتور جمعیتی را مد نظر دارد میتواند تا 27,000 نفر را از کار محروم نماید. در ناحیه خیبر پختونخوا منطقه قبیله‌های پاکستان اولین خدمات کمک اضطراری تشکیل شده است. این اولین واحد متحده است که در آن کمک طبی و سوختارنشانی فعال می باشد. در آینده نزدیک این خدمات در 6 ناحیه دیگر منطقه قبیله‌ها نیز راه اندازی خواهد شد.